برای شرکت در انتخابات عمومی پاکستان که 8 فوریه برپا خواهد شد نزدیک به 127 میلیون آوازدهنده ثبت شده است. اما در روی خط داوطلب‌های کرسی پارلمانتی نام سروزیر سابق این کشور عمران خان به نظر نخواهد رسید. این سیاستمدار که طبق پرسش‌ها محبوب ترین رهبری کشور به شمار می رود با اتهام فساد زندانی بوده از سبقت انتخاباتی محروم گشته است. حزب تحریک انصاف عمران خان هم با دشواری‌های زیاد انتخاباتی مواجه است. اکثر رهبران حزب پنهان شدند. اصلا رهبریت سیاسی و پیروان حزب در حبس می باشند. هر پشتیبان حزب تعقیب می شود. نامزدهای حزب را ثبت نمی کنند. حزب تحریک انصاف در ماه می سال گذشته با پشتیبانی نظامیان تحت تعقیب قرار گرفت. طرفداران حزب به بازداشت رهبرانش اعتراض دسته جمعی راه اندازی کردند ولی نتیجه حاصل نشد. نهاد مستقل حامی حقوق بشر پاکستان با نظر داشته مشکل‌های حزب تحریک انصاف تخمین می‌کنند که انتخابات عمومی 8 فوریه آزاد و عادلانه نخواهد بود. اما بعضی‌ها اصرار می‌ورزند که حالا برای ناعادلانه عنوان دادن جریان انتخابات بر وقت است. منع شرکت یکی از حزب‌های سیاسی از انتخابات با این و یا آن سبب سؤال زیاد درباره شرعیت آن خلق می‌کند، ولی ما فقط بعد انتخابات به آن بها داده می‌توانیم. پیش بینی می شود که در انتخابات آینده پاکستان حزب 3 کرد سابق سروزیر این کشور نواز شریف پیروز خواهد شد. اما خود نواز شریف مثل عمران خان در سال 2018 هم با اتهام فساد از پیشبری نامزدیش و شرکت در انتخابات محروم شده بود. گفته می شود که در برکناری او سهم نظامیان بزرگ است. ناظران می گویند جستجوی پشتیبانی نظامیان برای رسیدن به قدرت تمام حزب‌های سیاسی پاکستان را ضعیف نموده اعتماد شمار زیادی رای دهندگان به انتخابات آزاد و عادلانه را از بین برده است. هنوز هم شبهه زیاد است که انتخابات به تأخیر گذاشته می شود. طبق نقشه انتخابات عمومی پاکستان می بایست 3 ماه پیش برگزار گردد و حاضر هم بعضی سیاستمداران تهدیدهای امنیتی را یادآور شده پیشنهاد دارند که آوازدهی بار دیگر تأخیر یابد. در این رابطه سرپرست حکومت موقت پاکستان مرتضی سالنگی ابراز داشت که انتخابات مطابق به برنامه در ماه فوریه برگزار می‌گردد و کفالت آزادی و عادلانه بودن آن را باید کمیسیه مستقل انتخابات بر دوش داشته باشد.